از سال 1995 تا 2000 مدام بین خونه مامان و بابام در رفت آمد بودم. چون وقتی 6 سالم بود طلاق گرفته بودن. تو طول تابستون ترجیح میدادم تو خونه مزرعه‌ای بابام بمونم که توی یه جای بنبست و ساکت قرار داشت. برعکس خونه مامانم که تو شهر شلوغ بود، خونه بابام بسیار آروم بود و تازه یه حیاط پشتی بزرگم داشت که دور تا دورش حصار بود. وقتی هوا گرم میشد پنجره رو باز میذاشتم و با لذت زیر باد پنکه میخوابیدم. تو شهر اینقدر سر و صدا بود که اصلا نمیشد شب و پنجره‌تو باز بذاری. یادم میاد بابام اغلب تا دیر وقت کار میکرد و ساعت 8 به بعد میرسید خونه. بنابراین اکثر روز تو خونه تنها بودم. وقتمو با وبگردی تو کامپیوتر بابام میگذروندم و از اینترنت دیال-آپ استفاده میکردم. میدونین اون قدیما اگه از اینترنت استفاده میکردی خط تلفن خونه هم اشغال میشد. تازه موقع گشتن تو اینترنت هم همش باید پشت میز بودی چون خبری از موبایل نبود. تقریبا نزدیکای شب بود و منم ساعتها پشت کامپیوتر نشسته بودم. واسه همین تصمیم گرفتم و برم برای خودم اسنک درست کنم. خورشید داشت غروب میکرد و هوا کم کم تاریک میشد. رفتم تو راهروی سمت آشپزخونه و هیچ چراغی هم روشن نکردم. با خود نور یخچال داخلشو گشتم تا یه چیزی پیدا کنم و باهاش ساندویچ درست کنم. همون موقع یه صدایی شنیدم. من تو اتاقم یه چراغ خواب داشتم که از سرش مهره‌های کوچیک آویزون بود. هر وقت پنجره‌مو باز یا بسته می‌کردم اون مهره‌ها هم به خاطر صدای باد صدا می‌دادن. صداشون مثل زنگوله‌های بادی بود. به صداشون عادت داشتم ولی فقط وقتی تو اتاقم بودم صدا می‌دادن چون تنها کسی که به پنجره دست می‌زد خودم بودم. برام عجیب بود که صدای به این کوچیکی تا این ور خونه رسیده بود. یادم اون موقع مثل حیوونا کل بدنم فریز شده بود و حس کردم که قدرت شنواییم چند شماره بالاتر رفته چون کوچکترین صدایی که از اتاقم میومد رو میشنیدم. صدای چند قدم پا روی فرشم شنیدم، صدای پچ پچ و صدای باز شدن در اتاقم. در یخچال رو بستم و دویدم سمت در پشتی و بازش کردم، ولی قبل از اینکه ازش برم بیرون مکث کردم. بعد از اون در یه در توری بود که به ایوون خونه باز میشد و بعد هم حیاط پشتیمون بود. اگر در توری و کشویی رو باز میکردم کلی سر و صدا میداد و اون وقت هر کی داخل خونمون بود قبل از اینکه بتونم قفل در حیاط رو باز کنم و فرار کنم منو میگرفت. از اون طرفم اگه میرفتم سمت در جلویی ممکن بود با اون دزدا روبرو بشم. نمیدونستم دیگه باید چی کار کنم. تصمیم گرفتم برم تو کمد کوچیکی که کنار یخچالمون بود قایم بشم که بابام توش جارو برقیمونو میذاشت. بعد وقتی خودم رو تو کمد جا دادم و اونجا وایسادم. میدونستم اگه بتونن درو باز کنن کارم تمومه. واسه همین دستم رو روی دستگیره در گذاشته بودم تا بسته بمونه. صدای دو جفت پا اومد که داشتن تو راه میرفتن. ناگهان یکی اومد تو آشپزخونه. طرف خیلی ریلکس و بیخیال اومد و در کابینت‌ها و کشوها رو باز و بسته میکرد. انگار خونه خودش بود. بعد در یخچال که کنارم بود و باز کرد و داخلش رو گشت. همین موقع یه صدای آزاردهنده‌ای از سمت راه شنیدم. چه غلطی داری می‌کنی؟ صدای دوم جواب داد که گوشتمه بابا، کل روز هیچی نخوردم. گم شو بیا بیرون از اینجا. بعد یکیشون در یخچال فوری بست و ناگهان دستگیره کمدی که توش قایم شده بودم و تکون داد. با استرس دستگیره درو محکم‌تر گرفتم. یعنی اگه اون مرد فقط یه ذره محکم‌تر دستگیره رو میکشید با کله میافتادم بیرون رو زمین. این کمد قفل انگار. صدا درست از بیرون کمد اومد. تا صدا رو شنیدم فهمیدم کارم تمامه و خودم رو آماده روبوده شدن کردم یا حتی کشته شدن. صدای دوم از بیرون کمد اومد و گفتش که تو اینو باز کردی؟ نه چرا؟ پس یه نفر اینجا بوده و احتمالاً از در پشتی فرار کرده. شنیدم هر دو تا دزد دویدن سمت ایوون پشتی. بعد از اون موقعیت واسه فرار استفاده می‌کردم. ولی اونقدر از اینکه گیر بیفتم میترسیدم و بدنم میلرزید که نتونستم حتی یه قدمم بردارم. گفتم برم تلفن بی سیممون رو بردارم ولی یادم افتاد که اینترنتم وصله و در نتیجه خط تلفن اشغاله. بعد از چند دقیقه اون دوتا مرد برگشتن داخل خونه و رفتن سراغ در جلویی. صدای باز شدن در جلویی رو شنیدم. اما در کمتر از 5 ثانیه بعد صدای آژیر پلیس از بیرون خونمون اومد. گویا همسایه‌مون اون دوتا مرد و دور و بر خونمون دیده و تا دیده از پنجره اتاقم وارد خونه شدن به پلیس زنگ زده. در واقع اون دوتا خودشون هم بچه بودن. یکیشون 18 ساله بوده و اون یکی 19 ساله. بابام کمی بعد خودش رو رسوند خونه و اون شب و خونه عمم خوابیدیم.
من تا چند روز بعدش همینجوری میلرزیدم و با شنیدن کوچکترین صدایی مضطرب میشدم. از تنهاییم خیلی میترسیدم. حالا که به گذشته فکر میکنم به نظرم اون دوتا بچه‌ام احتمالاً اگه منو پیدا میکردن سریع جیم میشدن. حتی هیچ اسلحه‌ای هم با خودشون نداشتن. ولی خب اون موقع من نمیدونستم و اون تجربه ذهن کوچیک 11 سالم و حسابی آشفته کرده بود. کی فکرشو میکرد که توی یه بنبست ساکت با یه عالمه خونه دور و برم و هوایی که حتی کاملا تاریک نشده بود همچین اتفاقی بیفته. شاید شهر شلوغ پلوغ باشه ولی به جاش از روستا خیلی امن‌تره. این ماجرا 20 سال پیش واسه مامانم اتفاق افتاد، یعنی قبل از اینکه منو به دنیا بیاره. از زبون خودش تعریف میکنم. اون موقع‌ها توی میخونه در محلمون تو غرب استرالیا کار میکردم. از اونجا که شهر ما ساحلی بود، میخونه پاتوق ماهیگیرا شده بود و همه اونجا جمع میشدن. واسه همین اکثر کسایی که واسه مشروب یا غذا می اومدن میخونه رو میشناختم. مدتی بود که یه پسر که قبلا تو پارتی دیده بودمش مدام می اومد میخونه و دلش میخواست با هم حرف بزنه و مزاحم کارم میشد. منم عذرخواهی میکردم و برمیگشتم به کارم. یه شب کارم تقریباً 12 شب تموم شد و داشتم پیاده برمیگشتم خونه که البته فقط چند کیلومتر دورتر بود. من اون وقتا چند تا همخونه داشتم که همشون مرد بودن. خلاصه رسیدم خونه و تصمیم گرفتم که یه دوش بگیرم. داشتم از همون برمیگشتم تو اتاقم که متوجه شدم درش بازه که خب معمولاً همیشه بسته بود. اما از اونجا که همه همخونه هم خوابیده بودن اهمیتی ندادم و فکر کردم لابد باد بازش کرده. رو تختم دراز کشیدم تا بخوابم ولی حس کردم یه چیزی درست نیست و حالا به دلایلی که نمیتونم توضیح بدم فهمیدم باید زیر تخت رو نگاه کنم. زیر تخت همون پسر سمج توی میخونه رو دیدم. اون پسر تا خونه تعقیبم کرده بود. من چند دقیقه فقط تو شوک بهش نگاه میکردم. اون پسر حتی تکونم نمیخورد، حتی نفس هم نمیکشید. تا جایی که فکر کردم مرده. آروم و با احتیاط از اتاقم رفتم بیرون و رفتم در اتاق یکی از همخونه ها زدم تا بهشون بگم که جسد یه مرد زیر تختمه. همه مردها با چوب بیسبال رفتن تو اتاقم و اون پسر رو در حال پریدن از پنجره پیدا کردن. اما اون موفق شد از اتاقم در بره و فرار کنه. به پلیس خبر دادیم. از اونجا که میدونستیم کی بوده، همون روز بعدش دستگیر شد. هنوزم فکرم درگیر ماجرای مامانمه. یعنی پسر اون شب میخواسته با مامانم چی کار کنه؟ اون عوضی مجازات شده و دیگه بهش اجازه برگشت به اون شهر رو ندادن. به نظرم باید مجازاتش بیشتر از اینا می بود.